سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 8 ایول همراه شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد شهر اوفای روسیه شد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 8 ایول در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشکردستان ملاقات کردند. بنا به اطلاع رسمی دو طرف دایر به همکاری‌های دو جانبه، راه‌های حل مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه، مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و افراطگرایی و اوضاع ناآرام در افغانستان صحبت کردند. طوری معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند و شرایط کار بسیاری از آنها سخت است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به روسیه سفر کرد که قرار است این نشست روز 10 ایول در اوفا برگزار شود. در شهر وین پایتخت استریا مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی ادامه دارد و به گفته دیپلمات‌های غربی حساس و داغ‌تر می‌شود. بنا به گزارش‌ها ایران در روزهای پایانی مذاکرات خواسته است در عوض محدود کردن فعالیت‌های اتمیش تمام تحریمات بین‌المللی علیه خرید و فروش تسلیحات معمولی و موشکی ایران برداشته شود، ولی قدرت‌های جهانی به این شرط موافق نیستند. مذاکرات چین، آمریکا، روسیه و فرانسه و آلمان و بریتانیا با ایران ماهاست که ادامه دارد. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد کرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک برنامه کمکی برای تقویت توانایی نهادهای امنیتی و انتظامی به تاجیکستان 10 ماشین و میکرو اتوبوس‌های معاصر تقدیم کرد. مراسم سپردن 87 ماشین با ارزش 5 میلیون دلار روز 8 ایول در شهر دوشنبه و با حضور سوزان الیوت سفیر آمریکا در دوشنبه صورت گرفت. و این نمود وسایط نقلیات برای همشریکانمان، برای شریکانمان از تاجیکستان بخصوص از مقامات قشون‌های سرحدی، وزارت کارهای داخلی، اینچنین اگنتی علیه مواد مخدر نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، برای کمیته ملی بخطری تاجیکستان جهت مبارزه علیه قاچاق گردش مواد مخدر و دیگر چالش‌ها استفاده خواهند شد. ماشین های تویوتا و جیپ که برای حرکت در راه‌های مشکل گذر کوهی تاجیکستان موافق هستند از جمله به دسته آمان و الفای وزارت امور داخلی داده شد. حکومت آمریکا برای قوی‌تر کردن ارتش تاجیکستان و نیروهای امنیتی و پاسبانی مرزی تاجیکستان به افغانستان تاکنون 10 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کرده است. و دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 ایول سید مهدی خان ستاروف معروف به نام شیخ تیمور را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. این روحانی 65 ساله را دادگاه به طمع‌جویی، مانع شدن به تحصیل فرزندان و بسیار زنی گناهکار دانست و به 16 سال زندان محکوم نمود. مولود جان صالح وکیل دفاعش این حکم را نادیدانه خواند. اما خانه‌های نشون میدن این قاندوگی لایه همون خانه یا هر یک کاتیجای پول همیده یک کاتیج برام کسروخ کنن برام گناهکار کنن جنایتکار بودن کاتیج دارن بازی عروبه کشوب 4-5 زن دارن در مسترکو خواه زنوشون هیچ چیز خبر نیست. شکایت نمیبره شما خی میکنیم شکایت میکنیم سودی عالی ده شکایت میکنیم. سید مهدی خان ستاروف روز 16 فوریه امسال بازداشت شد. پیش از این تلویزیون دولتی تاجیکستان با نشر فیلم درباره سید مهدی خان ستاروف گفت این روحانی و ساکن ترسونزاده به مردم فریبی مشغول شده است، 7 زن گرفته است و زمین مکتب را هم تصرف کرده است. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت تعداد گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ВИЧ-Спид در زندانها امسال به 821 نفر رسیده است که نظر به سال گذشته زیاد است. سال گذشته تعداد زندانیان مبتلای این بیماری به گفته مقامات 700 نفر را تشکیل میداد. نصرت الله سلیم زاده وزیر تندرستی در نشست خبری در دوشنبه روز 8 ایول گفت صدها نفر از این بیماران با اصولهای نو طبابت میگیرند که امکان میدهد عمرشان دراز شود.
رهبران تلویزیون سفینه میگویند در این شبکه برای همه آوازخوان‌ها و سیاستمداران و چهره‌های سیاسی باز است و هیچ گونه رویختی سیاهی در این شبکه وجود ندارد. زیور دولت و رئیس نوی تلویزیون دولتی تاجیکستان روز 8 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت گزارش‌ها درباره آنکه به سفینه بعضی از آوازخوان‌ها و شخصیت‌های شناخته سیاسی را راه نمی‌دهند واقعیت ندارد. تلویزیون سفینه یکی از تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان است که در مقایسه با تلویزیون‌های دیگر بیننده بیشتر دارد و بیشتر برنامه‌های فرهنگی، هنری و موسیقی آماده می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی، در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه.